با سلام و احترام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث ما امروز در مورد صحت رگ‌های عصبی، خصوصاً پریفرال نرو یا رگ‌های عصبی. اگر بنابر هر ملحوظ صدمه ببیند بی‌حسی یا کاهش حس در دست و پا به وجود میه، گزگز کردن یا سوزن شدن اعضای مختلف وجود، خصوصا نواحی دست و پا، سوزش کف پا، سوزش کف دست، هم از اینا علائم است که در پریفرال نیوروپاتی به وجود میایه. بعضها احساس شاک های برقی را میکنه، ضعف عضلانی داره و حساسیت بیش از حد با لمس. خب، از دست دادن تعادل بدن، لرزه در انگشت‌ها و پنجه های دست، هم از اینا نشانگر پریفرال نیوروپاتی یا نیوروپاتی محیطی است. احساس سردی یا گرمی غیر نرمال از جمله علائم است که در نیوروپاتی به وجود میاد. اگر پریفرال نیوروپاتی در پاهای ما به وجود بیاید، کج راروی را سبب میگرده. بحث امروز ما با این علائم آغاز میگردد. خب، پریفرال نیوروپاتی اگر بنابر هر دلیل اختلال در فعالیت و ساختمان نیورون به وجود بیاید یا حجره عصبی، سبب نیوروپاتی میگردد. این CNS یا سنترال نروس سیستم یا مغز ماست. بقیه رگ‌هایی که در تمام وجود تیت شده به نام رگ‌های محیطی یا پریفرال نرو زیاد میشه. هر کدام از این رگ، each nerve is made of millions of neurons. هر رگ عصبی از میلیون ها نیورون یا نیورون ها ساخته شده. نیورون در حقیقت واحد ساختمانی و وظیفه‌ای تمام اعضای سیستم عصبی است. خب، میریم به ساختمان نیورون. اینی نوع یک شکل داره. ای شد ساختمان دندرایتس در حجره عصبی. ای هسته یا نیوکلیس. ای هم اگزون شیت که بیشتر در انتقالات انگیزه از داخل حجره، از داخل سل بادی به محیط کمک میکنه. در اگزون شیت حجرات مخصوص موجود است، شوان سلز، که در تمام فعالیت های رگ های عصبی سهیم است. هر شوان سل از خود یک هسته داره و در داخل هسته هم تمام امورات شوان سل به پیش میره. ساختمان اگزون و این ساختمان هم دندرایت نام داره. در وسط هم سل بادی است. شوان سل یا حجرات شوان. اگزون شیت که بیشتر به نام مایلین شیت هم یاد میشه، اینا سبب کندکشن آف سیگنالز from cell body to axon، سبب انتقالات سیگنال ها و احساسات از مرکز به محیط میگرده. در داخل نیورون شیت یا اگزون شیت ویتامین B12 یا کوبالامین هم موجود است. اینی نوع ساختمان ها، میلیون های از این حجرات با هم یک جا شده و یک قطعی از رگ‌های عصبی را می‌سازه. قطعات یا شبکات رگ‌های عصبی از این ساختمان‌های به نام نیورون تشکیل شده است. خب، اگر بنابر هر ملحوظ به این نیورون‌ها صدمه رسیده شود، سبب نیوروپاتی می‌گردد. شبکه‌های عصبی که در دست‌های ماست، نروز آف توراسیک ریجن، شبکه‌های رگ‌های عصبی که در صدر ما، در قسمت صدری، و همچنان شبکه‌های از رگ‌های عصبی در لوور لمب، هم از اینا از تجمع میلیون‌ها و میلیاردها حجرات عصبی به نام نیورون ساخته شده که اینجا شکل و اجزایش تمامش مطالعه کردیم. Any damage to neuronal structure، هر گونه آسیب به ساختمان نیورون، چی damage to axon، صدمه به اگزون باشه، یا damage to dendrite، صدمه به دندرایت، یا به سل بادی و یا کمبود کوبالامین، ویتامین B12 و یا هم صدمات به حجرات شوان، همه سبب نیوروپاتی یا آفات و امراض رگ‌های عصبی می‌گردد. به هر حال در نیوروپاتی
چیزی که خیلی مهم است، علتهای نیوروپاتی را باید بدانیم. کازز اف نیوروپاتی، یکیش متابولیک کاز است یا علت متابولیک. شکر و هایپوتایرایدism، کمبود هورمون تایروید، CKD، امراض مزمن گرده، هم از اینا سبب پرفرنت نیوروپاتی میگردد. اگر تغذیه نامناسب و ناسالم داشته باشیم، کمبود ویتامین B12 یا کوبالامین، ویتامین B1، B6، ویتامین E، هم از اینا سبب نیوروپاتی یا صدمه به رگ‌های عصبی در محیط بدن ما میگردد. تاکسین، زهرها، الکل، دواهای سرطان یا کیموتراپی، هم از اینا رگ‌های عصبی را صدمه رسانده و سبب نیوروپاتی میگردد. آیرن اوورلود، هیموکروماتوسیس از جمله امراض است که نیوروپاتی را به وجود میاره. عفونت و التهابات هم میتونه رگ‌های عصبی را صدمه برسانه، خصوصا عفونت‌های کبدی، هپاتیتس B، C، زردی سیاه نوع B و C. امراض خود ایمنی یا آتو ایمیون و علتهای خود ایمنی مثل امراض GBS یا گلنبال سندروم که دفعتاً صلاحیت راهروی را انسان از دست میده. به هر حال کرونیک انفلاماتوری دیمایلینیتینگ پولینیوروپاتی یکی از امراض خود ایمنی است که سیستم دفاعی روی رگ‌های عصبی حمله کرده و سبب بروز علائم نزد مریض میگردد. تشکر، ممنون. روی دیاگنوز، تشخیص و معالجه بعداً گپ میزنیم.